با گذشت یک هفته از مناقشه خونین در مرز با قرقیزستان، مقامات تاجیکستان بار نخست رسما شماره کشته شدگان و زخمیان از این جانب را اعلام کرد. خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت روز 6 مای خبر داد که از جانب تاجیکستان در مرز اسفره و نویه باباجان غفوروف 19 نفر کشته شده، 87 تن دیگر زخمی شدند. بنا به اطلاع رسمی، برای کمک به عائله‌های آنها حکومت تاجیکستان 3 میلیون سومانی جدا کرده است و روز 5 مای این کمک‌ها به عائله‌های جبری دیدگان سپرده شد. از جمله به هر عائله‌ای که عزیزان خود را از دست دادند 70,000 سومانی و به زخمیان از 10 تا 20,000 سومانی کمک کردند. رویخط رسمی کشته شده‌ها که خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت نشر کرده است چنین است: بختاور محمودوف، ساکن جماعت دهه سرخ اسفره. صابروف واوب، ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره. منوچهر قلندروف، ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره. حکیمبای نیازوف، ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره. نصرت الله نبیف، ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره. حسن خان شراپوف، ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره. دلیر ایشانوف، ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره. ابراهیم هاشم زاده، ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره. حکمت الله محکموف، ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره. مهروزالدین بالتایف، ساکن جماعت دهات فرخور اسفره. نظام کریموف، ساکن شهر کانی بادام. امیجان یوسفوف، ساکن دهات افچی قلچه نویه باباجان غفوروف. جسور سیارقلوف، ساکن نویه دیوشتیج. اکبروف حسن، ساکن نویه فرخور. اصلدین عبدالزمانوف، ساکن نویه نورآباد. غفورزاده نیکروز نبی، ساکن شهر ترسونزاده. صلاحالدین گدایف، ساکن نویه خاولینگ. رجبزاده محمدالله رجب، ساکن نویه مومنآباد. عبدالله سعیدوف، ساکن نویه نورآباد. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و فرمانده نیروهای مرزبانی رجبعلی رحمانعلی روز 5 مای از خانه 10 ساکن کشته شده اسفره شخصا عیادت کرده به هر کدامش 70,000 سومانی کمک سپردند. رجب‌بای احمدزاده حین بازگشت از اسفره به اهل عائله ساکنان شهر کانی بادام ناظم کریموف و ساکنان نویه باباجان غفوروف امیجان یوسفوف که در جریان مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان کشته شدند کمک پولی سپرده است. همین طور مقامات محلی به هر کدام از عائله ها 9 قربانی دیگر در مومنآباد، نورآباد، خاولینگ، فرخور، دیوشتیج و ترسونزاده 70,000 سومانی کمک رسانیدند. بنا به اطلاع مأموریت ولایت ختلان، رئیس این ولایت قربان حکیمزاده روز 4 مای شخصا به منزل والدان اکبر حسن اکبرزاد زاده نویه فرخور رفته است. این پرپرشه که نیروهای مرزبانی روز 29 اپریل در دهه خواجه اعلی خود را برای نجات جان شهرداری اسفره بهاوالدین بهادرزاده که از کتفش تیر خورده بود سپر کرده از تیر سنایپر به هلاکت رسید. خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت خبر داد که احمدزاده همچنین زخمیان را در بیمارستان‌های اسفره و باباجان غفوروف نیز خبر گرفته به آنها نیز از 10,000 تا 20,000 سومانی کمک پولی داده است. جانب قرقیزستان تا کنون درباره هلاکت 34 نفر و جراحت برداشتن 149 کس از آن جانب خبر داده است. مناقشه پایان ماه اپریل در مرز اسفره با ناحیه بادکند قرقیزستان پرقربانی ترین مناقشه نه فقط در تاریخ نزاع‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در تاریخ مناقشه‌های مرزی چند ده ساله اخیر در تمام آسیای مرکزی دانسته می شود.